سلام، دوباره اومدیم با یه ویدیو خیلی عالی. گرامر زبان حال ساده. خیلی از ماها وقتی که داریم صحبت میکنیم نیاز داریم یک چارچوب خیلی مهم و اساسی واسه حرف زدنمون داشته باشیم. یکی از اونا گرامر زمان حال ساده یا همون پرزنت سیمپل هستش. ما میخوایم که درباره این گرامر با همدیگه بخونیم، تمرین کنیم، مثال بزنیم، کاربرداشو با همدیگه قراره که یاد بگیریم که کجاها استفاده کنیم ازش. اولین کاربردش درباره روتین ماست. اینکه روزمره مثلا من کی از خواب بیدار میشم، کی غذا میخورم، کی میرم دانشگاه، کی میرم محل کارم، کی بازی میکنم، کی فیلم میبینم. اینا میشه روتین ما. درباره احساساتمون وقتی میخوایم احساسات خودمون رو بیان کنیم، چه حسی داریم و از این گرامر استفاده میکنیم. وقتی مثلا درباره این که محل زندگیمون کجاست، که کجا کار میکنیم، چند سالمونه، این اطلاعات شخصیمون رو حتما با این گرامر بیان میکنیم. در مورد برنامه‌های زمان بندی شده مثل حرکت اتوبوس، هواپیما، قطار، حالا قراره که با هم دیگه بریم و مثالا رو با هم دیگه با دقت بخونیم. این گرامر خیلی خیلی مهمه، خیلی کاربردیه توی مکالمه زبان انگلیسیمون. پس برید خودکار دفتراتون رو بیارید که با هم دیگه قراره کلی مثال رو با هم دیگه حل کنیم. بریم سراغ ساختار این گرامر حال ساده. همونجور که توی ویدیو گفتیم، گرامر حال ساده برای توصیف فعالیت‌های روزمره، عادات، بیان نظر و احساس، برنامه‌های زمانبندی شده از قبیل حرکت اتوبوس و قطار، چیزایی که همیشه درست هستن مثل محل زندگیمون، شغل، سن و چیزایی که توی ویدیو در موردش صحبت کردیم. بریم سراغ جمله سازی. برای جمله سازی ما میتونیم از دو تا حالت استفاده کنیم. حالت اول، فاعل به اضافه فعل کمکی. فاعل به اضافه فعل کمکی. ما توی زبان انگلیسی 7 تا فاعل داریم. I, you, we, they, he, she, it. این 7 تا فاعل هر کدوم فعل کمکی مخصوص به خودشونو دارن. ما اگه بخوایم درباره سنمون، شغلمون، اطلاعات شخصیمون بخوایم صحبت کنیم، باید از این امایز و آر استفاده کنیم. یعنی اول فاعلمون و بعد امایز و آر و بعد اطلاعات شخصیمون رو مثل ناممون، نام خانوادگی، آدرسمون، شغلمون، اهل کجا هستیم و سنمون میتونیم استفاده کنیم. بیایم با هم دیگه فاعل و فعل کمکیش رو نگاه کنیم. فاعل اول I و از فعل کمکی am استفاده میکنیم. I am، من هستم. فاعل بعدی فاعل you که فعل کمکیش میشه are، شما هستید. فاعل بعدی they، فعل کمکیش میشه are، آنها هستند. فاعل بعدی we به معنی ما، we are، ما هستیم. فاعل بعدی she برای خانم استفاده میشه به معنی او، she is، او هست. فاعل بعدی he برای یک آقا استفاده میشه، he is، او هست. و فاعل آخر it که برای اشیا استفاده میشه یعنی این، it is، این هست. پس اینا شدن فاعل و فعل کمکی. پس برای اینکه بخوایم درباره سنمون، در مورد شغلمون و اطلاعات شخصیمون صحبت کنیم، از این فرمول میتونیم به راحتی استفاده کنیم. بریم چند تا مثال با هم بخونیم. فاعل به اضافه فعل کمکی I am a teacher، من یک معلم هستم. I فاعل من، am فعل کمکی، من معلم هستم. She is bored، او بی‌حوصله است. She فاعل من، is فعل کمکی. We are clerks، ما کارمند هستیم. We فاعل من، are فعل کمکی. They are workers، اونا کارگر هستند. They فاعل، are فعل کمکی. You are happy، شما خوشحال هستی. You فاعل من و are فعل کمکی من، شما خوشحال هستی. You are happy. He is 29، او 29 سالشه. He فاعل من، is فعل کمکی و جمله آخر it is a table، این یه میزه. it فاعل من، is فعل کمکی. بریم چند تا سوال از شما بپرسیم. برای هر کدوم از چه فعل کمکی باید استفاده کنیم. I سورنا،
من سورنا. فعل کمکی که میخوایم اینجا استفاده کنیم am is are. آفرین am. I am سورنا. من سورنا هستم. You a student. am is are. آفرین you are a student. شما دانش آموز هستی. he a teacher. او معلم. am is are. آفرین is. خیلی عالیه. پس با am is are خیلی راحت میتونیم در مورد اطلاعات شخصیمون صحبت کنیم. بریم سراغ فرمت دوم. گفتیم فرمت اول فاعل به اضافه فعل کمکی که راجبش حرف زدیم. فرمت دوم فاعل به اضافه فعل اصلی. فعل اصلی مثلا go معنی رفتن، play بازی کردن، read خواندن، listen گوش دادن. ما وقتی که میخوایم جمله سازی کنیم میتونیم بعد از فاعلمون از فعل اصلی استفاده کنیم. حالا ما 4 تا فاعل رو داریم. I, you, we و they. این 4 تا فاعل بعد از اینکه بخوایم فعل اصلیمون رو بنویسیم بدون تغییر بعد از فاعلمون اون فعلا رو مینویسیم. پس برای این افعال فعل رو بدون تغییر بعد از فاعل مینویسیم. مثالاشو با هم دیگه نگاه کنیم. I catch the fish. من ماهی میگیرم. I فاعل من، catch فعل اصلی من. مثال بعدی you study English. شما انگلیسی میخونید. you فاعل من، study فعل من. مثال بعد we read books. ما کتاب میخونیم. we اینجا فاعل، read فعل اصلی من. و مثال آخر they work in an office. اونا تو اداره کار میکنن. they فاعل من، work به معنی کار کردن اینجا فعل اصلی من هستش. و برای سوم شخصا ما I, you, we, they رو گفتیم. غیر از اونا 3 تای دیگه بودن. به این 3 تا میگن فاعلای سوم شخص. he, she, it. he که گفتیم برای یک آقا، she برای یک خانم، it هم برای یک اشیا استفاده میشه. برای فاعلای سوم شخص با آخر فعلا باید s یا es اضافه کنیم. پس یعنی ما به همه فعلامون s یا es اضافه میکنیم. در چه صورت es اضافه میکنیم؟ اگه آخر فعل ما یکی از حروف زی رو داشته باشه. چه حروفی؟ ch, sh, s, x, o و z. مثل watch میشه watches, wash, washes, fix, fixes, kiss, kisses, go, goes, analyze, analyzes. پس اگه آخر فعل ما یکی از این حروف زی رو داشته باشه به فعل چی اضافه میکنیم؟ es اضافه میکنیم. اگه این حروف رو نداشته باشه چی اضافه میکنیم؟ بهش s اضافه میکنیم. و یه حالت دیگه هم داریم. اگر آخر فعل ما حرف وای داشته باشه. اگه آخرین حرف ما حرف وای باشه میریم ما قبل وای رو نگاه میکنیم. اگه قبل از وای حرف صدادار باشه ما فقط به فعلمون چی اضافه میکنیم؟ s اضافه میکنیم. مثل play که میشه plays. و اگر قبل وای حرف بی صدا باشه مثل study وای تبدیل میشه به آی، یه es هم بهش اضافه میکنیم. و تو اینجا تنها فعل بی‌قاعده ما فعل have هستش. یعنی ما برای سوم شخصا مثلا اگه من نوشتم I have برای he باید بنویسم he has. تنها فعل بی‌قاعده من اینجا has هستش که واسه سوم شخصا استفاده میشه. بریم با هم چند تا مثال بخونیم. خب گفتیم اینجا فاعل به اضافه فعل اصلی. He eats pizza. او پیتزا میخورد. He میشه فاعل من، eat هم که فعل اصلی هستش. جمله بعد She washes the dishes. او ظرفا رو میشوید. She فاعل من، washes فعل من هستش. و جمله آخر The bird flies in the sky. پرنده در آسمان پرواز میکند. The bird فاعل من هستش و flies فعل من. بریم چند تا سوال از شما بپرسیم. She ran in the park. آیا اینجا ما نیازه که به فعلمون چیزی اضافه کنیم؟ آفرین. چون سوم شخصه ما فقط بهش اس اضافه میکنیم. She runs in the park. The lion jumps through the hoop. شیر از درون حلقه میپرد. اینجا آیا نیازی هست به
فعلمون چیزی اضافه کنیم اس اضافه میشه، اس اضافه میشه، یه چیزی اضافه نمیشه. آفرین، فقط اس اضافه میشه. The lion jumps through the hoop. It fly in the sky. در آسمان پرواز میکند. آیا نیازی هست چیزی به فعل اضافه بشه؟ آفرین، fly میشه flies. It flies in the sky. در آسمان پرواز میکند. چون سوم شخصه فعلمون اس یا ای اس میگیره. چون وای داشت، وای تبدیل شد به آی و یه ای اس گرفت. این مثال نگاه کنیم. They eat noodles. آیا نیازی هست چیزی به فعل اضافه بشه؟ نه، نیازی نیست. چون گفتیم برای I, you, we, they فعل رو بدون تغییر می نویسیم. He drink water. آیا نیازی هست چیزی به فعل اضافه بشه؟ آفرین، فقط اس اضافه میشه. He drinks water. او آب میخوره. He اینجا فاعل ما، drink هم که فعل ما هستش. سالی play basketball. سالی فاعل، play فعل من. آیا نیازی هست چیزی به فعلش اضافه بشه؟ آفرین، فقط هم اس اضافه میشه. چون گفتیم قبل وای اگر حرف صدا دار باشه ما فقط اس بهش اضافه میکنیم. برای سوم شخصا We cry. ما گریه میکنیم. آیا نیازی هست چیزی به فعلش اضافه بشه؟ آفرین، نیازی نیست چیزی به فعلش اضافه بشه. و فعل بدون تغییر می نویسیم. برای منفی کردن فاعل ها ما اگه بخوایم جملاتمون رو توی زبان انگلیسی منفی کنیم باید قبل از فعل اصلیمون از don't استفاده کنیم. مثلا I go به معنی من میروم. برای منفی کردنش از don't قبل فعل اصلی استفاده میکنیم. I don't go. من نمیرم. You don't read. شما نمیخونی. We don't listen. ما گوش نمیدیم. They don't watch. اونا تماشا نمیکنن. پس برای فاعلای I, you, we, they ما اگه بخوایم فعلاشون رو منفی کنیم don't رو کجا میاریم؟ آفرین، قبل فعل اصلیشون استفاده میکنیم. به این مثال دقت کنید. They clap. اونا دست میزنن. اگه بخوایم این جمله رو منفی کنیم چیکار باید کنیم؟ آفرین، ما don't رو قبل از فعلمون استفاده میکنیم. این They don't punch. اونا مشت نمیزنن. اونا دارن دست میزنن دیگه. They don't punch. اونا مشت نمیزنن. پس جمله‌مون اینجوری بود. They clap. اونا دست میزنن. خواستیم منفیش کنیم don't آوردیم قبل از فعلمون. They don't punch. اونا مشت نمیزنن. اونا دارن دست میزنن. برای سوالی کردن فاعل‌های زیر از دو در ابتدای سوال استفاده می‌کنیم. فاعلمون چی و چی بودن؟ I, you, we و they. برای سوالی کردن اینا دو رو در ابتدای سوال استفاده می‌کنیم. Do I work here؟ من اینجا کار می‌کنم. Do you play games؟ شما بازی می‌کنید. Do we watch TV؟ ما تلویزیون تماشا می‌کنیم. Do they listen to music؟ اونا موسیقی گوش میدن. پس برای سوالی کردن چیکار میکنیم؟ دو رو ابتدای سوال استفاده میکنیم. بعد از دو چی میاد بچه‌ها؟ فاعلمون رو می‌نویسیم و بعد از فاعل فعلمون رو می‌نویسیم. این میشه فرمول سوالی واسه فاعلای I, you, we و they. They eat noodles. اونا نودل میخورن. اگه بخوایم اینو سوالی کنیم چیکار باید کنیم؟ آفرین، دو رو میاریم ابتدا و این باعث میشه جمله ما سوالی بشه. میشه Do they eat noodles؟ اونا نودل میخورن. برای منفی کردن فاعلای سوم شخص از doesn't قبل از فعل اصلی استفاده میکنیم. برای فاعلای he, she, it وقتی که بخوایم فعلاشون رو منفی کنیم چیکار باید کنیم؟ باید doesn't رو قبل از فعل بیاریم. نکته خیلی مهم، وقتی که doesn't رو توی جمله نوشتیم دیگه فعلمون s یا es نمیگیره. فعل بعد از doesn't به صورت ساده نوشته میشه. He doesn't go. او نمی رود. She doesn't listen. او گوش نمی دهد. It doesn't work. کار نمی کنه. پس
وقتی که doesn't توی جمله داریم فعل ما دیگه s و es نمیگیره. She stands. او وایساده. اگه بخوایم این جمله رو منفی کنیم چیکار باید کنیم؟ آفرین. She doesn't. ما اینجا doesn't رو آوردیم. دقت کنیم بچه‌ها وقتی که ما doesn't رو میاریم فعل بعد از doesn't به صورت ساده میاد دیگه اس نداره. She doesn't sit. او ننشسته است. خب اون وایساده دیگه، اون ننشسته. اینجا sit به صورت ساده آوردیم، ما نباید اس بذاریم براش. برای سوالی کردن سوم شخصا ما does رو در ابتدای سوال استفاده میکنیم. و مثل منفی کردن وقتی که توی جمله و توی سوالمون از does داریم دیگه باید فعل رو باز باید به صورت ساده بنویسیم. Does she watch TV? او تلویزیون تماشا میکنه. Does he play games? او بازی میکنه. Does it work? کار میکنه. پس does رو در ابتدای سوال استفاده میکنیم. does هم که توی جمله باشه مثل doesn't فعل در اون جمله یا در اون سوال به صورت ساده میاد. این مثال رو با هم نگاه کنیم. She rides a bike. She rides a bike. خب اینجا ما اگه بخوایم اینو سوالی کنیم چیکار باید کنیم؟ آفرین. میشه Does she ride a bike؟ اینجا ما اینو سوالی کردیم. does آوردیم اول دیگه ride بچه دیگه اس نگرفته. شکل ساده فعل نوشته شده. Does she ride a bike؟ خب ما درباره این گرامر صحبت کردیم و گفتیم که این گرامر درباره روتین ما میتونیم صحبت کنیم، در مورد اطلاعات شخصیمون میتونیم صحبت کنیم، عاداتمون. من اینجا یک مثال رو برای شما نوشتم. به این مثال با دقت گوش کنیم. My name is Alex Ferra. اسم من هست Alex Ferra. اینجا بچه‌ها ما گفتیم که اطلاعات شخصیمون رو با امایز آر میاریم. I'm from Italy. من اهل ایتالیا هستم. باز با امایز آر نوشتیم. I'm a teacher. شغلمون هستش. با امایز آر نوشتیم. حالا بخوایم روتینمون رو بگیم که مثلا روزمره چه کاری رو داریم انجام میدیم یا مثلا کجا کار میکنیم و اینا رو باید دیگه از فعل اصلی استفاده کنیم. I work at the language school. من توی آموزشگاه زبان کار میکنم. I get up at 7 a.m. 7 صبح بیدار میشم. I have croissant and coffee for breakfast. کروسان قهوه میکنم برای صبحونه. I start work at 9 a.m. 9 کارمو شروع میکنم. Finish at 5 p.m. 5 تموم میشم. I listen to music and watch TV in the evenings. موسیقی گوش میدم. تلویزیون میبینم عصرا. I visit my friends at nights. شبا دوستامو میبینم. Sometimes we go out and have fun. بعضی وقتا بیرون میریم و اوقات خوبی رو داریم. I go to bed at 12 a.m. 12 میرم میخوابم. اینجا فعلی که من استفاده کردم و قرمز رنگ کردم که برای روتینم استفاده کردم. پس ما برای اطلاعات شخصیمون از امایزار استفاده کردیم. اینجا روتینمون هم از فعل اصلی استفاده کردیم. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین و این گرامر رو با همدیگه یاد گرفتیم. برای اینکه بتونیم این گرامر رو بیشتر و راحت‌تر استفاده کنیم و اینکه بتونیم راحت‌تر درباره روتینمون حرف بزنیم، من از شما میخوام که بیاید توی کانال تلگرام من و اونجا من یه سری تمرین گذاشتم برای اینکه بیشتر بتونیم جمله سازیمون رو بهتر کنیم و همین که اونجا شما میتونید که به آیدی من روتینتون رو بفرستین، من براتون تصحیح میکنم که بتونیم راحت‌تر جمله سازیمون رو توی زمان حال ساده بتونیم انجام بدیم. برای اینکه بتونید از ویدیوهای من مطلع بشین حتما کانال من رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم.